یه چیز بگم، چه دیجیکالا چه اسنپ چه سال کلا ارسالشون یه جوریه که خرج و مخارجش خیلی بالا، اون چیزی که فکر می‌کنی خیلی بالا. الان یه راهی وجود داره، من سفارش‌های خود دیجیکالا تو بزنی ارسال توسط خود فروشنده بدون اینکه نیاز باشه بری پست، مثلا هزینه‌های عجیب غریبی مثل اسنپ و فلان و اینا داشته باشی، مستقیم خود سفارش تو بیان از پست تحویل بگیرن و ببرن خود پست بیاد اینجا، جای اینکه تو بری پست با یه خرج خیلی پایین. بعد روزی اومدید من مریض ماسک دای برداری می‌خوام بیفت. بخشید اونجا ذره کاری کثیف. نه اینجا البته خیلی کرکس. یه سفارش امروز 45 تا مورد سفارش تعدادم داشتم. 70 تا امروز سفارش. یه جوری الان با هر کدوم از این پلتفرم‌ها کار می‌کنی؟ بیشتر پلتفرم‌ها شدن اینو دیجیکالا. یا ببری یا انبارش تحویل بدی یا با پست. یا پست حساب می‌کنی. انبار دیجیکالا کجا؟ دانشش میشه بالا اومد. تو منویه این انبار دانشش. نقشه زده 37. دونه میبره با مزدم اینجوری. یعنی اسنپ هم بخوای بگیری، اسنپ موتور نمیتونی، اسنپ باید وانت بگیری. چینی‌ها قبول نمی‌کنن؟ ماشین سریاشو قبول می‌کنه ولی خب تحویل نمیده. انساتون از همینجا داری همشو؟ هم اینجا هم انبار تولیدی تو خیابون اومد. انسانی که باید بفرستی نصفش بقیه‌اش هم که مونده تو اینم که جا نمیشه. هیچ موتوری که اینو نمیره. روزی که 60 تا سفارش داری دو تایی میشه. الان همینه که برای دیجیکالا بود، بخوای بفرستی تو انبار دیجیکالا چقدر پول اسنپش با میشه؟ موتور که بفرستی 250 تومن 300 تومن. وانتش فکر کنم 400 تومن 500. علاوه بر این خود دیجیکالا هم پول میگیره باز برای ارسال.